مشخص بسازید، یا اینه که شما با اینها هستید، خب در این صورت بیاید به گفتگو حاضر بشید. یک تعداد آمدن که شما در رو حدی نیستید، خب با حد اونجا مشخص میشه، در گفتگو حد معلوم میشه که چی کسی صاحب علم و چی کسی صاحب سخن زدن و علم در بساط نداره. اونجا مشخص خواهد شد که چی کسی صاحب علم و چی کسی صاحب هوا و هوسه، چی کسی دنبال خواهشات نفسانی خود روانه و چی کسی دنبال کتاب الله و سنت پیامبر روانه. یک مسئله دیگر، یک تعداد آمدن که میخواد خودش رو مشهور بکنه. والله که شهرت من از این دو نفر بیشتره. اگر اینها رو در داخل افغانستان و ایران و تاجیکستان میشناسن، من حداقل 9 سال یا 8 سال الی 9 سال در شبکه جهانی فعالیت داشتم. چی نیازی به شهرت دارید؟ مرد باشید. باز اگر شما صحبتی دارید خارج از این قضایا، بسم الله بفرمایید، عالمتان را پیش بفرستید، نه جاهلانتان را. عالمی اگر در میانتان هست پیش بفرستید، بسم الله. بیره اول حقانیت گروهتان را ثابت بکنه، بعد هر مسئله‌ای که خواستید با هم صحبت می‌کنید. مسئله تکفیر می‌خواهید، مسئله تواقیت می‌خواهید، هر موضوعی که خواستید با هم صحبت می‌کنید. تحقیقات ما است علمی و اکادمیک است و رتبه علمی ما پوهنوال است. و چون من مریض بودم، بعد از مریضی من پوهنتون ترک کردم، درس در پوهنتون، فعلا در پوهنتون درس نمیدم، مدت 3 سال میشه. به خاطر مریضی من تقاعد گرفتم و در رتبه پوهنوال. بنابراین تحقیقات ما تحقیقات علمی و اکادمیک است و ما از رتبه پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی و بالاخره پوهنوال شدم. بعضی کسا بعضی تبصره ها میکنن ببین شاگردای استاد دایی شاگردای ضعیف است. نه، شاگردای استاد دایی اول نمره دنیا هست. هر شاگرد ما را که در هر پوهنتون دنیا رایی کردیم اول نمره بده. امیال شاگردای من در چند سال در پانزه ادبیات درس میدادم در دیپارتمنت عربی. شاگردای من که از دیپارتمنت عربی در اون وقت فارغ شدن، باز من به شرایط رفتم استاد شدم. اما شاگردای من که از زیر دست من در دیپارتمنت عربی فارغ شدن، امیال استادای پوهنتون ها هستن. عبدالخالق حیدری معاون اداری پوهنتون تعلیم و تربیت و استاد دیپارتمنت عربی. دیگه صنفیشان عبدالعزیز نام داره، اونجا استاد است. دیگه شاگرد ما قاری عین الدین است، از تخار است، از بدخشان، از پوهنتون تخار استاد است. و دیگرایشان رو بسیاریشان من نامایشان نمیشناسم و هر روز میگه که ما استاد فلانی اینستیتوت هستم و از فلانی پوهنتون استاد هستم. شما جوانا کلتان انشاءالله ستاره های قرآن خواد شدیم، کلتان استادای پوهنتون شدیم، کلتان استادای پوهنتون. من یک وقت استاد پوهنتون یوسف علیه السلام هم شده بودم. در پوهنتون کابل خود استاد بودم. یک وقت در پوهنتون کاردان درس میدادم، یک وقت در پوهنتون کاروان درس میدادم. در این پوهنتون ها زیاد درس دادیم. یک وقتی در پوهنتون یوسف علیه السلام، در پوهنتون یوسف علیه السلام که جور کرده بود، در زندان بود. یوسف علیه السلام درس توحید در اونجا شروع کرد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در اونجا استادی تیر کرده. امام احمد ابن حنبل هم اونجا استادی تیر کرده. و ما هم افتخار دارم که مثل امام ابو حنیفه و امام احمد ابن حنبل ما هم در زندان استاد بودم. معامل شاگردایم همونجا هم هستن. قسم به الله هست که شاگردای ما در اونجا هم ولو که گناه های بزرگ کرده بودن گریه میکردن و میگفتن استاد ما توبه میکنیم. شما اختطافچی اصلاح کردن نمیتونید، لکن ما اصلاح میکنیم. ما اصلاح نمیکنیمش، با کلام الله هر کس اصلاح میشه. والله این قرآنه که سر سنگ باری سنگ او میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، الله میگه اگر این قرآن ما سر
کو روان میکردیم، کو از چی ساخته شده؟ سنگ. لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اختطاف چی؟ دزهای با قتلهای مسلحانه، خطرناکترین اشخاص و آدمای خوبش و اصلاح بودن و آدمای خرابان باور بکنید در زندان وقتی که قرآن برشان میخوانیم اشک از چشمانشان میریخت و میگفتن استاد ما را غلط کردیم، اصلاح میشه. به این کل ما اصلاح شدیم، به این راه دین بگیریم، به این راه کتاب الله را بگیریم. اصل چراغ روشنه که قلبها را روشن میکنه کتاب الله هست. به هر صورت من یه گپ به خاطر ازی گفتم که بحث های ما تو بحث های سطحی نیست. مقالات من تو مقالات نیست که مثل شما واره در 50 جریده میبریم که از برتان نشر نمیکنه. مقالات من هم در جراید داخلی، من روز محصل پانتون بودم، مقاله نوشته کردم که دمو پانتونی که من محصل بودم که استادا اونجا مقاله خود نشر میکردن، امیال هم مقاله من دمو مجله هست و در اینجا در مجله پانتون کابل، مجله اکادمی علوم افغانستان، مجله 15 شرایط پانتون کابل، مجله 15 ژورنالیسم پانتون کابل، در اینجا مقالات ما به شکل علمی و اکادمیک بوده و تحقیقات ما و کتاب‌های ما وقتی که ترفیع کس میگیره او ترفیع کم از کم 100 استاد بزرگ پوهاند و پروفسور او را تایید میکنه بعد از ما ترفیع گرفتیم. پس شما هستین که در تلویزیون ها خیستن، بعضی کسا هستن گپ زدن خودم یاد ندارن. ما آمیانه به خاطر از این گپ میزنم که درس های ما چی هسته؟ به خاطر از که میخوایم که درس ما از جوان 10 ساله گرفته تا ریش سفید 70 ساله. من به پدر ریش سفید 70 سالی خود احترام میکنم، به زبان از او گپ میزنم و به فرزند 10 ساله خود احترام میکنم، به زبان از او گپ میزنم، زبان عادی و عامیانه. اگر در فصاحت و بلاغت باشه بسیار. دری چی کمال داره؟ کمال دری است که در هر جمله 3-4 تا کلمه عربی و انگلیسی پرتو. صحیح است نه؟ یک چند کلمه عربی رو پرتو و یک چند کلمه انگلیسی رو پرتو که مردم معناش نفهمید، باز مردم میگه آها دیدی این پروفسور. و من هم کلمات انگلیسی رو یاد دارم و هم کلمات عربیه، لکن من کلمات عادیه که هر کس درس بفهمه. چرا؟ من یک کتاب خوانم، یک کس دکترای خود در ساده نویسی نوشته کرده بود. چه قسم ساده نوشته کنیم که از کتابای من مردم استفاده کنه. او کتابای سخت که نوشته میکنه به حساب غرور خود، او خوب از استفاده نمیشه. من میخوایم که همین جوانی که صنف 8 هست، صنف 9 هست، صنف 10 هست، امیال او روز نه شاگردای ما که صنف 9 مکتب بود، اما بچه یک هارون نام داشت، نه هارون درس بسیار لوکس تشریح کرد، صنف 9 مکتب است. اما قسم که محصل بخش ماستری درس ما را میخیزه تشریح میکنه، او هارون جان اونجا شیشتن. اما قسم هارون هم خیست همینجا درس تشریح کرد. او شاگرد دیگه ما که خیست به زبان انگلیسی گپ زد، باور بگو که همین کسایی که تافل هم گرفتن می قسم گپ زدن نمیتونن. بسیاری کسا را سعی والا ما تافل گرفتیم، برش میگیم که تو که تافل گرفتی بخینی یک 5 دقیقه انگلیسی گپ بزن. ما قرآن عظیم الشان هم میخوایم که به انگلیسی بر مردم درس بدیم. اگر من کدام وقت لندن برم زمین پیدا شده، امکانات پیدا شده، باور بکن من یک وقت کلپای مخاط برآمد که همین قرآن شریف هم براتون به انگلیسی In the name of Allah. بسم الله الرحمن الرحیم. چه قسم ترجمه میکنیم؟ میگیم In the name of Allah, most merciful, most gracious. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Peace be to Allah, the Lord of the universe. یا بسیاری وقتا چون ما خودسازی نمیکنیم میخیزن سر ما درسای ما ساده هست، اما ساده نیست که تو فکر میکنی. ظاهرش ساده هست، باطنش دنیا رو برای تکان میده. ما برای کدام درس خود به کدام منطقی خاص نمیتیم، چون رب ما Lord of Universe است، پیغمبر ما Messenger of Universe است، دین ما هم Religion of Universe است، ما استادا هم Professor of Universe هستیم.
اگه باز ما چالش دادیم باز این تو چالش میدیم. امروز من اعصاب ما خراب کردن. خب این گپای بیهوده و شتکانه رو نزنین. ها میگه یک نفر گفت من 10 متر خیز میذارم، دیگه گفت من 20 متر خیز میذارم. گفت گازی میدان بیا شاگردای تا که شاگردای ما استاد کو یک درس من میتونم بر شاگردای تو هم بر شاگردای خودم باز اگه شاگردای تو نه حداقل گردن تان بسته میکس که گپ میزنه نه جنجال میکنه برش بگو می خوف خو بر ما یا روزی که شما محبت تشریح کردین بگم چند قسم است، چند قسم است این محبت. امیر یاد ندارم مقدمات است. چرا سعی کنین یک درس دیگه امی حروف مقطعات حکمتش چی است؟ الف لام میم ما میم الله اعلم بمراده. شما هم تدبر کردین، ما هم یک تدبر کردیم. شما هم یک انسان هستین، ما هم یک انسان هستیم. منتها ما میخوایم از این متن چی برداشت کردیم. مفسرین گپای خدا دارن لکن ما هم یک برداشت کردیم. وقتی که من الف لام میم خواندم در قرآن عظیمشان باز کردم خواندم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یگان تا کتمه بحث میکنه اول میگم تو یک سوره قرآن بخوان. بسیارش قرآن شریف از روی خواندن نمیتونه. فهمیدی؟ قرآن شریف اگه از روی خوان مد و شد قرآن درست ادا کرد من قاری صاحب 90 نمره دادم. اگه قاری صاحب 30 نمره هم ترا داد باز من میگم تو کامیاب هستی. سعی کنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الف لام میم وقتی که من تدبر کردم من چی فهمیدم؟ من ایسی یک استاد بهش خود گفتم الف لام میم الله اعلم بمراده. الله برای من چی میگه؟ برای خود گفتم الله برای من چی میگه؟ قرآن خب بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده تا رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم شان توسط امین آسمان آمد برای کی؟ برای امین زمین. آن که نامش در آسمان احمد است و در زمین محمد است. بر از این قرآن آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن با امانت بر ما رسان. سیست الله ایره حفظ کرد. ما وقتی که صفحه اول قرآن خواندم قرآن بر ما چی میگه؟ قرآن بر ما میگه که اگر تو میخوایی از کتاب الله استفاده بکنی ولو که هر رتبه و هر قدر زبان یاد داری تا وقتی که در مقابل الله خود جاهل نگویی از این کتاب استفاده کردن نمیتونی. پس در الف لام میم اعتراف میکنم که من نمیفهمم، جاهل هستم. الله اعلم بمراده.